سلام بچه‌ها، یه توضیح کوچیک دیگه بدم. داشتم ویدیو رو ادیت می‌کردم، یهو دیدم که هیچ ربطی نمیتونم پیدا کنم. چه جوری شد که از روز دفاع یهو پریدیم به این ولاگی که الان می‌خوایم ببینید. راستش رو بخواید بعد از اینکه من دفاع کردم، من اومدم خونه نهار خوردم. از اونجایی که یه مسافرت خیلی کوتاه یکی دو روزه توی یکی از شهرهایی که نزدیک 2 ساعت با هم فاصله داره داشتیم، با خانواده قرار گذاشتیم که مثلا من اونا رو یه جا ببینم بین راه و از اونجا به بعد با هم بریم. بعد از اون سوار ماشین شدیم و رفتیم. توضیح هم بدم بهتون که با دوستای خانوادگیمون رفتیم. 4 تا خانواده بودیم و ویدیوهایی که قرار ببینین حالا با کپشن و اینا بهتون توضیح میدم که داستان رو گم نکنید. همین. محشیدی که نمیدونم چندین ساعت نخوابیده هنوز. دلم میخواد بچه، میخوام با رخ بعدم کنار بیام. البته توی نور خوبم نکن در از باشه. بچه به خدا دیگه سگه خیلی نزدیکه. ناموسم برگرد ترسم نیاد. مال مریض بیا مریض رو بندازیم جونشون. تقصیرینه سگه چقدر نزدیکه. نورا خیلی جاد بده. چون تو بودن تا فرار کرده بودن. بچه ساکت. بچه من دارم فیلم میگیرم که اگه ما رو کش جنایی سگوان اونجا هستن، اگه ما رو بگیرن تیکه پاره میکنم. معلوم نیست بازن یا بسته. کجا داری میگیری؟ خودم دارم نگاه میکنم. بیا آرام ما دوتا رو فرار کنیم. مهدیسی که میگفت بریم بریم بالا میبستیم به اون زنه. بچه اون یه زنه که منتظر ما وایساده. چقدر ترسناک شده پیکسلوش. اوی الان دارم میبینم. اولیامون اومدن دنبالمون.
میگه این حالت خودشه. چرا دیگه؟ نه بریم بالا با بیرون گرمه. میخوام برم مامان شونه کنم. آره آنابل. کلمه هست من نیستم جاسوس از کیه؟ به نظرت کیه؟ خودتی نیستی تویی من نیستم. نیستم بابا. داری میخندی نورا که نیست نورا اولین سوال نورا که اولین سوال پرسید معلوم نیست شما دوتا میگه نیستیم یه دیگه سوال بپرسین ازم شک پس یکی از ما ستای دیگه من که این نیستم. دوتا که میگن نیستن نورا هم که با سوال اول خیلی واضح بود ما هم که از این شروع شد کپی کردن ماشاءالله هم من سوال خود پرسیدم. من که جواب خیلی سریع آره ولی شانسی میتونی بذاری من یه این سوال چیزی که مهدیس بپرسم گفت خریدنی یا فروختنی اصل کلمه ترجمه کنم مهد نیسته بچه من بستگی قسم داره. میخورم. بابا نورا که نیست نورا که نیست تو خودم شک کردی من میگم نیست بین ما ستا محشیده من نیستم. مهدیس من میگم مهدیس خیلی سوال ساده پرسید لیوان یا پارچ. مشید جاسوس وجود نداره مهدی است به خدا نیستم اینا میگن نیستن حالا چقدر گیر دادی مهدی محشیده انا کسی نمیدونستم اگه فهمید خودت باشه چرا دنگ به خودت این دستم میازم مهدیس کلمه را تو بس کلمه رو بگو. من همه رو گفتم که نه به مردیس میگه کلمه من میگم من جاسوس اعتراف باشه، می‌کنم، آره. پارچه فروشی خب من عجب نگوی این چی نمی‌فهمی؟ اصلا من تو متحر چی؟ متعر مادرش خیاطه دیگه از کجا مزون پارچ میدونستم اینا من ولی میگم حرف نگم گفتم شاید پارچه فروشی منظورش لباسه که مهدیس بیشه دیگه به خودشو میگوشه هر بازی یه پادشاهی واقعا من همیشه پول همین رو لامصب یو اول از پادشاه من آماده شدم. خیلی از آرایشم راضیم. خیلی میرم تو نور مثل چی خراب میشه. خیلی هم بد نیست. ضد آفتاب زدم با تینت و لیپ بام. الان باید برم پایین ببینم بچه ها چی کار میکنن. بچه میخوام شما با یه پدیده به اسم تمیزی و کثیفی لنز آشنا کنم. بیپ بیپ
که عمدن باز تو دلت خواست که به چرخی 12:13 دقیقه. ساعت 12:13 دقیقه است. ما دیگه داریم کم کم جمع میکنیم که برگردیم. جمع که کردیم همه وسایل تو ماشینه. من تو ماشین منتظرم که بقیه هم بیان و حرکت کنیم. خیلی این مدت کم بود، یعنی اصولا زمانی که ما میایم اینجا بیشتر میمونیم، 3-4 روز میمونیم. این بار یک شنبه اومدیم، یک شنبه غروب شب اینا رسیدیم. بعد یه دونه دوشنبه فقط مفید داشتیم. امروز هم که سر ظهر داریم برمیگردیم. عملا از خواب بیدار شدیم باید حرکت میکردیم دیگه. روز مفیدی نبود. دیشب یه فیلم خیلی باحال دیدیم که حالا بهتون میگم راجبش. اسمش The Invisible Guest بود و یه حالت پرونده جنایی بود که مثلا چه اتفاقی افتاده، چه داستانایی پیش اومده و فلان و خیلی جالبه. اول فیلم یه عالمه سوال واسهتون پیش میاد که مثلا داستان چیه، مثلا داره چه اتفاقی میفته، چی داره میشه و اینا. ولی هر چقدر جلوتر میره قشنگ متوجه میشید که داستان چیه. خیلی خوب بود، من خیلی خوشم آمد. The Invisible Guest 2016 و اسپانیایی هم بود. همین. مرسی که این ویدیو رو دیدین. خدافظ.